ما به عینه میبینیم که برادران ما برای جان دادن در راه خدا بر یکدیگر سبقت میگیرن، حتی حاضر نشده که 2 روز که من گفتم دیرتر بره تحمل. ما از مرگ نمی ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر ره. عنوان افتخارآمیز رو برای خودم عنوان خادم الرضا علیه السلام میدونم. یه تابلوی امام حسین ترسیم کردن در عاشورا. در این تابلو توکل، ایثار، مساوات، مواسات، شهادت، تمام مظاهر عالی انسانی در این تابلوی زیبایی که ابی عبدالله ترسیم کرده نقش بسته. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره. بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلب های ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالامال است و روح ما در